با افتخار روز مادر با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان در کاخ استقلال این شهر چهاربینی ایدانه دایر گردید. در چهاربینی تنتنوی بانوان و مادران، فعالان، کارمندان ساحه‌های گوناگون شهر و نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه اشتراک نمودند. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان برآمد نموده به افتخار این سنه فرخنده که در آغاز فصل زیبای بهار و در عرفه سال نو اجدادی تجلیل می‌گردد، پیام شادباشی رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده را به تمام مادران و بانوان رسانیده به آنها سلامتی و خوشبختی و خانه آبادی و سعادت روزگار آرزو نمودند. طور ذکر گردید مادر چراغ نوربخش و صفابخش هر یک خاندان، گنج بی‌بها و فرشته الهی است برای فرزند. همزمان رسالت مادر در پاس داشتن فرهنگ و ادبیات، زبان و هویت ملی ifade می‌یابد، یعنی تربیت هر فرزند نیز به دوش مادر است. قید کرده شد که در سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئله تأمین حقوق و منفعت‌های زنان و مادران همیشه در مرکز توجه قرار دارد. چنانه که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دویم در برآمدهایشان یادآور میشوند، زن مادر الهه است که نور و ضیای عالم و گرمی زندگی از اوست. دانستن قدر و قیمت مادر و حرمت و احترام زن رسالت و قرض هر یک انسان است. مردان در صورت این رسالت و قرض را ادا می‌نمایند که اگر به قدر عذاب و رنج و شیر پاک جانبخش مادران، دلسوزی و غمخواری بی‌دریغ زنان و خواهران و دختران ارج شایسته و سزاوار گذارند. بزرگترین رسالت مادر تاجیک از ازل تربیت فرزندانی نابغه و خردمند و تندرست و وطن پرست، بلند و ناموس، دلیر و شجاع، آزادیخواه و عدالت پرست و هنرمند و سازنده بوده است. طور ذکر گردید مادران و خواهران همچون ساکنان شهر اقدام‌های سازنده حکومت کشور را همیشه دستگیری و جانبداری می‌کنند و در عملی ساختن کارهای آبادانی و سازندگی در شهر نقشی بی‌اندازه دارند. یک قطار زنان فعال که در رشد ساحه‌های خواجگی خلق، تعلیم و تربیت شایسته فرزندان و کارهای جمعیتی فعالیت نظررس نشان دادن نمونه عبرت میباشند، با تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان قدردانی کرده شدند. سپس بهر بالیدروهی بانوان و مادران و اشتراکچیان دستگل سرود و ترانه‌های دلانگیز در وصف زن مادر با اشتراک استادان صنعت و هنرمندان شناخته ولایت پیشکش حاضرین گردانیده شد.